يا بالفضل وابنك يسولف بيك، أوصاف الجمال غزام عد معناك. سبع القنطرة وبيدك تصيد القوم، سيفك يشهرك موش انت شاهر ذاك. يا حامل لواء الحق وبد ما مال، قبتك من طحت قامت تشيل الواك. يا قمر العشيرة ويم شمس حسين، ليل نهار والله تاهت بالحساب عداك. يا حامي الضعين الصرت شن ياسين، تغشم من البصر عين تشوف حماك. للعلقم بطل يا نهر تعرف زين، عمي لو غيم بعدك هم يبس رجاك. من عباس ابن علی هستم. شما محافظ شرطی؟ منم عباس. ابراهیم. کدام ابراهیم؟ ابراهیم پسر مالک اشتر. یا للعجب، از چرا نشستی؟ برخیز ابراهیم، مولایم حسین منتظر توست. نمیتوانم عباس. علیل زمین گیر، پای رفتنم افلید شد. روا نیست به سر مالک اشتر باشی و به قافله نینوان نرسی. برخیز ابراهیم، دستت را به من بده. برخیز. این محدوده است که عباس خودش را به علقمه رساند. با عباس خیلی رفیق بودی نه؟ من و عباس نوجوانی من را با هم زندگی کردیم. در سفین حریف مشق هم بودیم. در یک خیمه میخوابیدیم و عباس آرزو داشت آنقدر قوی شود تا بتواند وارث ذوالفقار علی شود. او تنهای علی را با همه وجود لمس کرد بود. میخواست به جایی برسد که وقتی در کنار علی میایستد علی بگوید نیاز به لشکر ندارم. عباس برای من به اندازه یک لشکر است. آن ایام ما بچه سال بودیم، زیاد به حساب نمی آمدیم. عباس از این موضوع خیلی ناراحت بود. بالاخره هم طاقت نیاورد. یک روز جلوی پدرم مالک ایستاد و جفت پاها را کرد در یک کفش که مالک باید امروز مرا هم با خودت به میدان ببری. پدرم خندید. عباس عصبانی تر شد و مثل شیر قرید که مالک خیال میکنی از تو کمترم؟ حاضرم با تو مسابقه بدهم، اگر بردم مرا با خودت ببر. پدرم باز خندید و باز فریاد زد مالک من شوخی نمی کنم که تو هی میخندی. پدرم خندهش را جمع کرد و جواب داد عباس جان
میدانم که تو خیلی خوب می جنگی، اما تو قمر بنی هاشمی. باید بمانی و بر شبهای تاریک سفین بتابی تا مهتابی شود. عباس وقتی این تعبیر را شنید خاموش ماند. نقل است که عباس وقتی به علقمه رسید سخت تشنه بود، اما آب نخورد. یک شب عباس سر و سیمه عرق کرده از خواب پرید. مرتب به دستهایش نگاه میکرد و به من. پرسیدم خواب دیدی؟ سرش را تکان داد. پرسیدم چه خواب دیدی؟ نفس نفس زنان جواب داد ابراهیم، خواب دیدم دست ندارم. دستهایم گم شده بودند. داشتم دنبال دستهایم میگشتم. ناگاه پرنده‌ای دیدم شبیه به کرکس که دستهایم را به منقار داشت. میخواست دستهایم را بخورد. خواستم با سنگ بزنمش، اما دیدم دست ندارم که سنگ بردارم. فریاد زدم لاش خور، دستهایم را نخور، آن دستها مال من است. کرکس به سخن در آمد که عباس میخواهی این دستها را چه کنی؟ وقتی دو بالبان خوبی داری. من گرسنه‌ام، شکست بال و زمین گیرم، دستهای تو سیرم میکند. تو با دو بال قشنگت پرواز کن، برو و در آسمان سیاحت کن. وقتی شنیدم عباس را دست بریدند، حکمت خواب آن شبش رو فهمیدم. به یاری هم قله پیروزی را فتح می‌کنیم. ابو اسحاق، دلم می‌خواهد نام مالک را دوباره زنده کنم. مالک نمرده است ابراهیم. مالک اشتر نمی‌میرد. نام او تا قیام قیامت بر تارک شیعه می‌درخشد. ما باید حماسه‌ای بسازیم تا خودمان گم نشویم. قدم دوم فتح کوفه است. باید کوفه را از چنگ زبیدیان خارج کنیم. به شدت موافقم. شب پنجشنبه 14 ربیع بر کوس جنگ می‌کوبیم. چطور است؟ عالی است. در این شب به خصوص حکمتی نهفته است. 14 ربیع ماه کامل است ابراهیم. به نیت عباس ابن علی که قمر بنی هاشم است و به برکت خاطری که از او و مالک برایم تعریف کردی، در مهتاب شب 14 که عباس در آسمان کامل رویت می‌شود، به دشمن یورش می‌بریم. 12 روز و 7 روز فرصت داریم تا لشکریان را آماده کنیم. در ضمن به تعدادی گردان ضربتی مخفی نیاز داریم تا به وقت احتیاج فلفور به میدان بیایند و با عملیات ایذایی دشمن را متوقف سازند. آماده سازی نیروها هم دست خودت را می‌بوسد. سمعاً و طاعتاً امیر مختار. صدای سیاهی لاغت 3000 نفر آدم است. کیان است؟ باز هم مثل همیشه گل کاشته. احامرند؟
ابو اسحاق، تو را به داشتن لشکری از عجمان ملامت خواهند کرد. فکر همه جایش را کرده ای؟ بله ابراهیم، میدانم. اشراف عرب عجمان را برده و موالی خویش میدانند. یقینا انادشان با ما به خاطر اینکه لشکری از عجمان داریم مضاعف خواهد شد. نظر تو چیست؟ عرب بر عجم فضیلتی ندارد ابو اسحاق. همه برادریم. این شیوه پیشوایمان علی است. دولت تو اگر رنگ و بوی علی را ندهد مفت نمی ارزد. آقا برخواستیم که دین علی را برپا کنیم. برخواستیم که عدالت علی را احیا کنیم. حقا که از خون و رگ مالک ابراهیم. خدا اگر مختار را دوست نمی داشت ابراهیم را کنارش قرار نمیداد. چوب کاری میکنی ابو اسحاق. ما امشب همه جوره بدهکارت شدیم. هرچه من خرابکاری کردم تو مرد و مردانه چشم بستی. باور کن نمیخواستم ایاز رو بکشم. دستم به اختیارم نبود. خدا کند اویی که دستور داده نیزه را پرتاب کنم شیطان نبوده باشه. شمار افراد دشمن حدوداً 3 برابر ماست که این کمی دور از انتظار من بود. علی ای حال وضعیت تازه‌ای نیست. خود من و ایزن برخی از شما که موی سپید کرده اید بارها چنین شرایطی را تجربه کرده اید. جوانترها بدانند عامل پیروزی در جنگ سیاهه دشمن نیست. عامل پیروزی عشق است و خلوص و پایمردی و البته صبر. شک نکنید این وعده خداست. ما از 3 جناح به دشمن حمله میبریم. راشد ابن ایاس مال ابراهیم مالک اشتر، شبس ابن ربعی به عهده یزید ابن انس، شمر و بقیه هم مال من. چنانچه افراد دشمن هزیمت شدن تعقیبشان نکنید و اگر به داخل خانه ها گریختند امان نشان بدهید و تحت هیچ شرایطی جنگ را به داخل خانه ها نکشانید. در جنگ شهری پیاده نظام مهمتر از سوار نظام است. پس اول کاری که میکنید پیاده نظام دشمن را از کار میاندازید. مراقب تیراندازهایشان هم باشید. احتمال بر پشت بام ها کمین میکنند. وعده دیدار ما جلوی دارالحکومه کوفه. یا نصرات الحسین